کارشناس شهرداری به شما میگه که پهنه وقوع ملکتون R122. برای مثال یک نمونهش رو داریم روی این پروانه ساختمانی میبینیم. اما پهنه‌های وقوع ملک چیان؟ با من همراه باشید. اولین دسته از 4 دسته پهنه‌های وقوع ملک دسته R رزیدنشال یا مسکونی هستند که به 2 دسته تقسیم میشن، همونطور که میبینید مسکونی عام و مسکونی ویژه. هر کدوم از این دسته ها با توجه به تراکم و سطح اشغال مجازشون یک کد 3 رقمی میگیرن، مثل R112. دسته دوم ما دسته اداری، تجاری و صنعتی هست که با نام مخفف S دسته بندی میشن. هر کدوم از این دسته ها که زیر مجموعه های بسیار ریزتری دارن باز یک کد 3 رقمی برای خودشون اختصاص دارن. دسته سوم دسته مختلط هست. قطعا ساختمون هایی دیدید که هم مسکونی هم تجاری یا هم تجاری اداری هستند و این دسته از ساختمون ها دسته M یا مختلط ما هستند. و دسته آخر فضاهای باز و پارک های عمومی اختصاصی یا پارک های حفاظت شده ما. توی این جداول میتونید نمونه های حتی از هر کدوم از این پارک ها که در جداول اختصاصی شهرداری اومده رو ببینید. اگر فایل با کیفیت این پهنه ها رو میخواید حتما کلمه پهنه رو برامون کامنت بکنید، تمام عکس‌ها براتون ارسال میشه.